سلام. آن سلامی که به سین نقش سلامت دارد، لام آن لطف و لطافت دارد، الفش الفت بی پایان است، میم آن مهر و محبت دارد. دکتر فتوحی هستم و امروز میخوام درباره جراحی ترمیمی بینی با شما صحبت کنم. پس با من باشید. فکر نمی کنم هیچ جراح گوش و حلق و بینی یا جراح پلاستیک بینی وجود داشته باشه که توی جراحی‌هاش به جراحی ترمیمی بر نخورده باشه. کم و بیش تمام ما جراح‌ها این موارد ترمیمی رو تو کارنامه خودمون داریم و چیز عجیب و غریبی نیست. بنابراین اگه بشنوید که جراحی هیچ کدوم از موارد جراحیش به جراحی ترمیمی منجر نمیشه، در صحت و درستی این جمله 100% شک کنید. جراح‌های گوش و حلق و بینی و جراح‌های پلاستیک بینی معمولاً با این جراحی ترمیمی خیلی میانه خوبی ندارن و در واقع جراحی ترمیمی بینی مو رو بر اندام ما راست میکنه. اما دلیلش چیه؟ واقعا برای چی؟ خب دلیلش اینه که معمولاً مراجعه کننده های ما، زیباجویان ما هنوز به درک درست و واضحی از جراحی زیبایی بینی نرسیدن. اونا فکر میکنن که جراحی بینی مثل ساختن یک گلدان سفالی یا یک مجسمه چوبی باید منجر به ایجاد چیزی بشه که در روند زمان هیچ تغییری در اون پیدا نشه، هیچ مشکلی براش پیش نیاد. بنابراین وقتی با کوچکترین مشکلی در بینیشون مواجه میشن، از این یک اژدها و هیولا برای خودشون میسازن و اون رو مرتب زیر ذره‌بین نگاهشون میبرن و در نهایت باعث میشه پاشون کشیده بشه به جراحی ترمیمی بینی. ما جراحای گوش و حلق و بینی میدونیم کسانی که تمایل دارن ایرادات جزئی بینیشون رو زیر جراحی دوم اصلاح کنن آدمایی هستند به شدت کمالگرا و اینها دقیقاً همونهایی هستند که احتمال زیاد بعد از جراحی دوم هم مطمئناً ناراضی خواهند بود و از جراحی دومشون هم ایرادهایی خواهند گرفت و همین باعث میشه که ما گریزان باشیم از این جراحی ترمیمی بینی. چیزی که ما دوست داریم زیباجویان و کسانی که قرار تحت جراحی زیبایی قرار بگیرن بدونن اینه که بینی یک بافت زنده است و قرار نیست که بعد از جراحی هیچ گونه تغییری در اون ایجاد نشه، بلکه برعکس قراره در محل‌هایی که ما دستکاری کردیم، بارش دادیم، حالا قیچی خورده، بقیه خورده، هر گونه دستکاری صورت گرفته، بدن واکنش نشون بده به این دستکاری ما. ممکنه بافت فیبروزی ایجاد بشه یا خالگوش اضافه و اسکاری ایجاد بشه و اگه مقدار این فیبروز از اون حد معین یک کمی زیادتر باشه مطمئناً منجر به ایجاد چسبندگی ممکنه بشه یا فرو رفتگی در ناحیه ایجاد بشه یا برجستگی در محل ایجاد بشه یا اینکه انحراف کوچکی در بینی ایجاد کنه. اینها هیچ کدومشون قابل پیش بینی نیستن. هیچ کدوم قابل پیش بینی نیستن. یک سوال پرتکرار شما اینه که چند وقت بعد از عمل من میتونم جراحی ترمیمی بینی انجام بدم؟ باید بگم که حداقل این زمان 1 ساله. تو این 1 سال معمولاً بینی ورم‌هایی که داره، تورمی که در بینی هست رفع میشه، مشکلاتی که داره و زیر تورم پنهانه بیشتر آشکار میشه. خیلی از مشکلاتی که در آینه میبینیم و ناراحتمون میکنه تو این 1 سال از بین میره و بافت بینی هم از اون حالت چسبندگی شدیدش کمی خارج میشه و قابل عمل میشه. و این نکته را هم باید توجه داشته باشید. هرچی این زمان بیشتر بگذره، یعنی 1 سال به 2 سال، 5 سال، 10 سال، هرچی زمان بگذره جراحی ما مطمئناً موفقیت آمیزتر خواهد. در اغلب موارد جراحی ترمیمی بینی مشکل‌تر و پیچیده‌تر از جراحی اوله، چون ما با بینی سر و کار داریم که در جراحی اول دستکاری شده و یک سری چسبندگی‌هایی در اون ایجاد شده. ممکنه که در این بینی بخوایم از غضروف‌های استفاده کنیم که متعلق به خود فرد نیستن، از بانک غضروف قراره برداریم یا از جای دیگه از بدن فرد قراره برداشته بشه. بنابراین این جراحی چالش برانگیزتری از جراحی اول هست و مطمئناً دوره نقاهت طولانی تری رو خواهد داشت. خب به عنوان ختم کلام میخوام که ازتون خواهشی داشته باشم، اگه قراره که جراحی بینی انجام بدید یا اینکه جراحی بینی انجام دادید، لطفاً نسبت به این موضوع با درک و آگاهی کامل برخورد بکنید
برای اینکه جراحی بینی چیزی هست که مطمئنا نمیشه قسم خورد هیچ وقت هیچ گونه عارضه‌ای برای شما پیش نیاد. احتمالش هست 20 تا 30% موارد ممکنه دچار عوارض ناخواسته بعد از جراحی بینی بشید. اگه این عوارض، اگه این چیزهایی که مشاهده میکنید در بینیتون قابل اغماضه و خیلی کوچیکه ازش بگذرید. مطمئنا یک چیز خیلی کوچیک نمیتونه تمام زیبایی شما رو از بین ببره و ارزش اون رو نداره که یک جراحی سخت و پیچیده رو به خودتون هموار کنید تا اون مشکل خیلی جزئی رو رفع کنید. ولی اگه مشکل بزرگی دارید و عارضه بزرگی براتون ایجاد شده، 100% جراحتون، هر کسی که باشه صدامم گرفته زیاد صحبت کرده، جراحتون با شما همراه خواهد بود که این مشکل رو رفع بکنه و نگرانی در این مورد معنایی نداره و هر جراحی معمولاً برای رفع مشکلات بعد از عمل اولش با شما همراهی خواهد کرد. امیدوارم که از شیرینی انجام این جراحی لذت ببرید و هر جا که هستید سلامت باشید.